آجان قسمت که در ترکیب فقط ما یک چنج داریم، دیگه همون فیلد اصلی که روز دوشنبه بازی کردیم فقط در سمت راست ما مقدر نداریم، قاضی‌زاده نداریم، میوازش یک دفاع دیگه به نام مصطفی حدید داریم. دیگه سنتراف مرکز، دو سنتراف در زل و دو فوروارد سنجر احمدی و بلال آرزو هم وارد زمین خواهد شد. سیستم بازی تیم ملی فوتبال افغانستان هم دان خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال لاوس هم شما دوستان عزیز 11 بازیکنشان را مشاهده میکنید. اون بازیکن شماره 7 شان یعنی سویک اپونی یا افرونی یکی از خطرناکترین بازیکنان تیم ملی فوتبال لاوس است که در میانه زمین توپ میزنه و کار شریعتیار توپ را خیلی خوب ارسال کرد برای بازیکنان ما. اشتباه است. حارس بود. لاوسی ها هم توپ باد آورده را دوباره به باد واگذار کردن و تقدیم ما کردن. حالا موقعیت برای افغانستان. این دفاع و این دروازه بر روی ارسال‌های بلند باز شدنی است. سمت چپ خط دفاعی لاوس بر روی حملات ما باز شدنی است. یک اشتباه و دروازه ما که باز شد. و دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان در دقیقه 29 بازی توسط بازیکن شماره 25 باز میشه. بازیکنی در فوتبال میگه زمانی که دفاع با فوروارد حرکت کرد از دروازه جدا نشو و اگر جدا شدی آنقدر مطمئن جدا شو که فوروارد حریف از حرکت تو واهمه داشته باشه. خیلی گل سالمی بود، اصلا خطا نبود. گل و جناب علیزاده به همین سادگی ما یک گل در تصویر بدی یک اوت را گرفتیم. البته سنجر احمدی در زمین هست و سلیم از بازی بیرون رفته. بازیکن شماره 7 تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنی که در بین دو نیمه جناب حالا یک ضربه سر است بلال و دروازه‌بانی که خوش داره این گونه چند لحظه ای را صرف کند. در بین دو نیمه جناب علیزاده گفتم که سلیم کوهستانی در 45 دقیقه نخست کم پیدا بود و کم فروغ، به همین خاطر کادر فنی هم به همین دلیل کم فروغ بودن سلیم را دیدند و او را تعویض کردند و 10 نفر را شدن ما را. اتفاقی افتاده در ترکیب افغانستان. مخاطب سلیم کوهستانی که در سمت چپ ما فوتبال میکرد تعویض شده، ایواز سنجر احمدی اومده در سمت چپ و ایواز از او ایواز سلیم علی احمد یارزاده را چنج کردن و رفته در بین دفاع. دوستان لکه څنګه چې تاسو وینئ تر دې دمه شپږ 50 دقیقې تېرې شوي دي. لوبه لا هم د لاوس په نفع روانه ده، خو یوازې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې ته یو ګول ضرورت ده چې دغه لاوس چې تاسو ګورئ په خپل کور کې دغه نتیجه د دوی یعنې چې دوی په نفع نه سي بلکې د مساوي ډول باندې سي. تاسو ګورئ چې په لاسو کسانو سره البته د لاسو لوبغاړو په ګډون سره د افغانستان ملي لوبډله دغه دمګړې لوبه په مخ بیایي او یوازې د دوی هیلې دا دي چې د یو ځل د ګول د دروازې په پرانیستلو سره دوی دغه لوبه په مساوي ډول باندې د پای شیبو ته ورسوي. مګر تر دې دمه لا هم داسې نه دي په سترګو سوي. تاسو ګورئ دوستانو بیا هم حارس آریان احمدی او هم یو موقع د دغه لوبغاړي لپاره یک ضربه و توپی که حالا در درون دروازه جای گل و گل و حالا لاوس باید سکوت کنه. عجب دفاع خرابی، عجب حرکتی کرد، عجب ضربه ای زد مصطفی آزادزوی و چقدر زیبا در این لحظه حرکت کرد آرش عاطفی. از کجا و کجا رفت این آرش عاطفی؟ افک دفاع بازیکن شاید ما میتونستیم در دیوار دفاعی بیستیم. اسلام به داور میگه که این فاصله زیاد هست و انصافا هم زیاد هست. بیشتر از 11 متر است این فاصله. این فاصله بیشتر از 11 متر است و فاصله باید 9 متر چند قدم باشه. این گونه نه، این گونه اشتباه است و این گونه اگر بخواید به گل برسن ما دروازه‌بانی داریم به نام منصور فقیریار. دید اسلام محکم زد به سر این بازیکن چه نوع استخوانی داشت که برخاست و دوباره بازی رو شروع کرد. باید از خود او پرسید، اگر نه اسلام خیلی محکم زده بود. حالا باز هم منصور فقیریار با خط دفاعی خود صحبت میکنه. 4-5 بازیکن در خط دفاعی است
4-5 بازیکن دیگه همراه با 3-4 بازیکن ما در درون نقطه جریمه یارگیری شدن. این ضربات خیلی خطرناک است. بسوی دروازه یک ضربه و آفرین به دفاع ما توپ را برگشت داد. امان نتن و آفرین. کاملا واضح است عشق به وطن هست و حساسیت این دیدار که باور کنید پس از این بازی باید دست این بازیکنان بوسیده شود. عجب جانانه جنگیدن، عجب مردانه جنگیدن. یک نفر کم هستیم، فراموش نکنید ما 10 نفره هستیم. برو روی پای بازیکن منیر. و دروازه‌بانی که نمیتونه توپ را با دست بگیره و بازی با پای او هم خوب نیست، حالا بازی را آرام میکنه. منیر باید مدام با یوسف مشرقی جای خود را تبدیل کنن. اگر یوسف پیش آمد منیر باید خط دفاع را پر کنه. یک حرکت نچندان خوب 4 دقیقه وقت تلف شده و باید بازی را ببینیم. و آفرین منصور، نگیر توپ را با دست منصور تا کسی بیاید سراغ تو. حالا آمدن. اگر قرار است ما این بازی را از دل بگویید، اگر باور کنید تا ثانیه پایانی نمیتونیم بگوییم که ما واقعا صعود کردیم. خیلی بازی خطرناک است. داور اگر بگوییم داور را من نفهمم، ما معذرت میخوایم از داور اگر گفتیم داور دوست نداریم. داور دوست داریم اگر بازی را همین لحظه تمام کنن. خیلی هم دوست خواهیم داشت. حالا پشت نقطه جریمه ما باز هم لاوسی ها اضافه خواهند شد. یوسف مشرقی خوب 2-2 میشه با بازیکن حریف، یا به قول فوتبالی ها کسانی که خاک زمین فوتبال خوردن من در من داخل میشه با بازیکن حریف. حالا پشت نقطه جریمه اجازه ندید بازیکنان لاوس تکنیکی هستن. یک ضربه و توپ راهی اوت شد. بله اوت شد و شاید بازی تمام شود. من اجازه بدید که این پیروزی را پیش گفتن که نگو و نمیگیم هنوز پیروز نشدیم. منصور یک اشتباه. آفرین، توپ را این گونه دور کردیم. حارس آریان حبیب توپ را دور کرد. دروازه‌بان لاوس هم خیلی دوست داره حمله کنه. ما در خانه حریف کار میکنیم. ما 10 نفره هستیم. ما 1 نفر کم هستیم و منصور فقیریار در درون دروازه ما مثل شیر امشب جنگید. واقعا مثل یک بازیکن حرفه‌ای در درون دروازه ایستاد. دروازه‌بان حرفه‌ای فقط میتونه که پس از اون اشتباهی که کرد روحیه خود را جمع کنه و بتونه مجددا قد علم کنه. اما منصور این کار را کرد. باید توپ را ببریم. یک کارنر بگیریم کار تمام هست. نگرفتیم. داور میخواد که بازی تا صبح ادامه داشته باشه. باید از خود او پرسید. 4 دقیقه تمام شده. همه چیز به سود تیم ملی فوتبال افغانستان است بجز اینکه تصمیم داور و حالا یک خطا به سود تیم ملی فوتبال لاوس. قانون جدید فیفا این است که وقت‌های اضافه را نباید نشان داد و اصلا نمیدانیم که چند دقیقه از وقت‌های تلف شده باقی مانده. دوستان پشت صحنه به ما گفتن 1 دقیقه دیگر و پایان وقت‌های تلف شده باقی مانده، اما به نظر من بیشتر از 4 دقیقه را پشت سر گذاشتیم. علی جواد عطایی دل در دل نداره. علی اصغر لالی تمام کادر فنی همراه با یوسف کارگری که از دندانه‌ها این بازی را تماشا می‌کنن. حالا یک اشتباه. آفرین اسلام. خیلی به درد ما خورد اسلام در این بازی ها. حالا حارس آریان حبیب دور که منیر را حق ندیم توپ را. اشتباه کرد منیر. حالا یک موقعیت دیگر. دفاع کنید، جانانه دفاع کنید. 11-10 این نوجوان مردانه است. 11-10 و ما فدای افغانستان، جامعه ورزشی ملت پرغرور افغانستان، رئیس جمهور کشور، تمام فرزندان شما موفق و مؤید باشید. این پیروزی خیلی چسبید.